گول این حرفا رو نخورید که میگن بیا به عقاید همه احترام بذاریم، لا اکراه فی الدین. خب به همه عقاید احترام بذاریم. اینا هیچ کدوم به عقایدش تو احترام نمیذارن. وقتی میخوای یه تذکر مؤدبانه بدی میگن ولش کن، به عقایدش احترام بذار. ولی نوبت اونا که میشه به عقیده شما احترام نمیذارن. مثل زمان پهلوی قدرت دستشون بود، حجاب از سر زنا میکشیدن. اینایی که میگن لا اکراه فی الدین، هر کیو تو قبر خودش میذارن، بیا به اعتقادات همه احترام بذاریم، اینا لاتای کوچه خلوتن. توی خیابون خلوت آرمان علیوردی رو گیر آوردن، دیدید چه قشنگ به عقایدش احترام گذاشتن؟ روح الله عجمیان رو گیر آوردن تنها، دیدید چه قشنگ به عقایدش احترام گذاشتن؟ اینا که امام شیخان رو میپروندن به عقایدشون احترام میذاشتن، اینا که قرآن آتیش میزنن به عقاید دیگران احترام میذارن. وقتی شما میخوای کنشگری کنی، شما میخوای یه تذکری بدی، یک نصیحتی، یه مطلبی، یک موعظه‌ای، تذکری، چیز، میگن نه دهن تو ببند، به عقاید همه احترام بذار. ولی خودشون به عقیده شما احترام نمیذارن، فقط با این حرفا میخوان من و شما رو خام کنن، ساکت کنن. مثل اینایی که میگن بیاید وفاق کنیم، امروز میگن وفاق یعنی چی؟ یعنی شماها بیاید با ما وفاق کنید، مؤمنا بیان با لختا وفاق کنن. بعد میگه خب حالا شما بیاید وفاق کنید. نه دیگه تو باید با ما وفاق کنی. لا اکراه فی الدین واسه تو میگن، بیا به عقاید هم احترام بذاریم و واسه تو میگن تو بیا به عقاید من گناهکار احترام بذار، دهن تو ببند، تذکر نده، کنشگر نباش. و به اینم راضی نمیشه. تو هم باید مثل من بشی، تو هم باید لخت بشی، تو هم باید رشوه خور بشی، تو هم باید اهل گناه بشی، تو هم باید همرنگ جماعت بشی. و این سزای کسی که امر معروف نکنه دست پیش نگیره. اینا